ما چند امر بسیار همینطور بارز معرفی میکنم. جماعت تبلیغی از ایجاد خودشان بدون تعیین شرعی 6 نمبر دارند. احکام شرعیه ما 8 است، اینها 6 نمبر دارند. نمبر اولش کلمه طیبه است. در کلمه تقسیم دارند، یک ترجمه و معنای کلمه، دوم مقصد کلمه. ما به نام مقصد کلمه در کتابهای دینی عنوان نداریم. در این قسمت سخنان محترم علیه جماعت تبلیغ ظاهرا شبهات خیلی بزرگی را دارن ایراد میکنن، اما در حقیقت هیچ اساس پایه‌ای از نظر حق و حقیقت و علم و دین و دیانت نداره. میفرمایند که جماعت تبلیغ بدون تعیین شرعی خودشون 6 اصلی نمبر دارن، اما احکام شرعی ما 8 تا هست. باز ادامه میدن که نمبر اولش جماعت تبلیغ کلمه طیبه است و در خود کلمه تقسیم دارن، ترجمه معنای کلمه و دوم مقصد کلمه. بعد با جرأت هم بیان کردن که بله ما به نام مقصد کلمه در کتاب‌های دینی عنوان اصلا ما نداریم. بله ادعاهایی که این بزرگوار در اینجا بیان میکنه این ادعای خیلی عجیبیه. چگونه ممکنه که مولانا الیاس رحمت الله علیه بانی این حرکت اصلاحی از علمای بزرگ دیوبند و از معاصران علمای حقانی چون اشرف علی تهانی رحمت الله علیه، شیخ الهند رحمت الله علیه، مولانا زکریا رحمت الله علیه، سید سلمان ندوی رحمت الله علیه، سید ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه، قاری محمد طیب رحمت الله علیه و دیگر بزرگان، منظور نعمانی رحمت الله علیه، خیلی از این بزرگان، مفتی شفیع رحمت الله علیه، همه اینا اشخاصی بودن که با کار مولانا آشنا میشن، انس میگیرن، تشویق میکنن، ترغیب میکنن و فواید این جماعت را به چشم خودشون در کل جهان و خصوصا در اون موقع در میوات دیده بودن. چطور ممکنه که بیاد علمای جماعت تبلیغی که بانی این مولانا الیاس رحمت الله علیه و این شیران خفته که همه علمای دیوبند و سرشناسان مذهب حنفی هستند، چطور ممکنه که این بزرگواران متوجه نشدن که در این 6 اصل یا 6 نمبر جماعت تبلیغی مشکلی هست، احکام شرعی ما فقه حنفی ما 8 تا باشه، اما جماعت تبلیغی ها از نظر خودشون 6 تا نمبر درست کردن. این واقعا ادعای بزرگیه. در مورد ادعای اولشون که در مورد همین 6 اصل یا 6 نمبر است، برادران گرامی باید بگم که این بزرگوار اشتباه بزرگی میکنن. چرا که این 6 حرف در اصل 6 تا صفته و هر تبلیغی صادر شما بگی که برای ما 6 حرف را بخوان، 6 حرف برای ما یه تکراری بکن، اول همین را میگه. برادران محترم در دین چند تا صفت هست، اگر ما اینها را یاد بگیریم و در زندگی خود بیاریم، زندگی دنیا و آخرت برای ما خوب میشه. همین میگن این 6 تا حرف، این 6 تا صفته و همینطور هم باید دانست که این چند تا صفتی که در جماعت تبلیغ هست، این در بادی ابر که مولانا الیاس رحمت الله علیه این جماعت راه انداخته بودن 24 الی 25 صفت بوده. یعنی بر این اساس که یعنی مسلمان بیاد این 24 تا 25 صفت را در زندگی خودش بیاره تا مسلمان و مؤمن کامل بشه. بعدن که خب کارها پیشرفت کردن، روی این فکر بیشتر شده، نهایتا گفتن که بله همین 6 تا صفت امهات صفات هستن، مادران صفات اصلی همین 6 تا هستن. کلمه طیبه هست، نماز کامل هست، ذکر کامل هست، اخلاص هست، بعد امر معروف نهی از منکر هست، اکرام مسلم هست. همین ها را اگر مسلمان داشته باشه، این شخص این 6 تا صفت کامل در وجود او و در زندگی او به صورت عملی پیاده بشه، این شخص روز به روز از نظر ایمانی و از نظر اعمالی پیشرفت میکنه و به درجه از ایمان میرسه که میتونه مؤمن کامل در روی کره زمین زندگی بکنه. چنانکه خود مولانا زکریا رحمت الله علیه این را در صفحه 772 در آخرین صفحات همین کتاب فضائل الاعمال بیان کردن که قبل از همه مهمترین چیز این است که هر مسلمان از تمام هدفهای دنیوی صرف نظر کرده. چرا باید جماعت تبلیغ بدیم؟ همین را داره میگه. چرا باید از خانه خارج شد؟ چرا باید تشکیل شد؟ به خاطر اینکه همین محیط زندگی ما فاسده، ما این محیط فاسد را بذاریم، یک چند روزی از جیب خودمون خرج کنیم، بریم تا تبدیلی در زندگی ما بیاد.
میگن که بله قبل از همه مهمترین چیز این است که هر مسلمان از تمام هدفهای دنیوی صرف نظر کرده اعلای کلمت الله و اشاعت دین و احیا و سرسبزی احکام الله جل جلاله را هدف زندگی خود قرار دهد و تصمیم جدی بگیرد که هر حکم الله متعال را قبول نمیوده و بر آن عمل نماید و هرگز نافرمانی الله متعال را نکند و برای رسیدن به این هدف دستور عمل زیر توصیه می شود. اول کلمه لا اله الا الله محمد را درست یاد بگیره و سعی کوشش نماید معنا و مفهوم را خوب بفهمد و مطابق آن زندگی کند. دوم نماز، سوم ارتباط کردن با قرآن کریمه، بعد ذکر خداوند متعال هست، بعد اکرام مسلم هست. همینطور برادران گرامی جلو میره. بعد در دنبال هم میفرمایند که هرگز منظور ما این نیست که مسلمان ها همه کار زندگی خود را به طور کلی ترک کنند و در این کار مشغول شوند. مقصود از رفتن به جماعت تبلیغ این نیست که شما برین کل زندگی را برین دور بگردید. نه برادر گرامی، وظیفه اصلی در همین خانواده ما نهفته است، وظیفه اصلی در همین محله ما نهفته است که ما به نسبت خانواده خودمون، به نسبت خویشاوندان خودمون، به نسبت اطرافیان خودمون ما خیرخواه باشیم. همین بی‌نمازهایی که دارن دور ور مسجد دارن کار میکنن به مسجد نمیان، ما بتونیم اینا رو به روش صحیح امر معروف نهی از منکر بکنیم، بتونیم از دست اینا بگیریم، اینطور نگیم که اینا رو زده بکنیم. میفرمایند که بله منظور ما این نیست که همه کار زندگی خود را به طور کلی ترک کنند و در این کار مشغول شوند، بلکه هدف این است. هدف از این چیه؟ هدف از رفتن به جماعت تبلیغ این است که همونطور که انسان در زندگی نیازهای دنیوی دارد و برای رفع نیازهایش تلاش میکند، به همین گونه این کار را هم ضروری مهم بداند و برای این کار فارغ بکند. این برای همین یاد گرفتن امر معروف نهی از منکر که بر عهده هر فرد مسلمان فرض هست. اگر در محله داره فرض ترک میشه، واجب هست امر معروف نهی از منکر. اگر داره واجب ترک میشه، سنت هست امر معروف نهی از منکر. اگر سنت داره ترک میشه که متاسفانه همه اینا دارن ترک میشن. در کدام خانواده امروز سنت نمایانه؟ کجا فرضی مانده؟ کجا واجبی مانده؟ هر گوشه ای را که نگاه میکنی اینا همه گناهکاری است که در اطراف ما دیده میشه. لذا برادران گرامی، فرمایشات این بزرگوار که نعوذ بالله چنان با شدت حرف میزنن که هر کسی نداده، ندیده و ندانسته فکر میکنه که بله این دیگه وحی منزل از طرف الله متعال رسول خدا است که بله جماعت تبلیغی ها بدون تعیین شرعی خدا شما را هدایت بکنه، بدون تعیین شرعی، مگر اینا از شر ثابت نیستن؟ مگر اینا از جیب خودشون، از جیب پدرشون، از جیب پدر بزرگشون این چیزا رو در آوردن برای کتاب نوشتن؟ مگر اینا که کتاب نوشتن اینا کی بودن؟ این بزرگواران شیخ الحدیث هستن. این بزرگوار این 6 تا حرف از کجا آوردن؟ از الله آسمان که در نیاوردن، از زیر زمین هم که در نیاوردن. این کتاب خدا و رسول خدا، این صفات مؤمنان هست که باید در مؤمنان یافته بشه که متاسفانه امروز یافته نمیشه. در مورد دوم که میگم بله در نمبر اول کلمه طیبه، در کلمه طیبه تقسیم دارن. اول ترجمه و معنای کلمه طیبه که هیچ معبود بر حقی لایق عبادت نیست غیر از الله متعال، جماعت تبلیغات چنین ترجمه میکنن. و بعد میگن که بله مقصد کلمه، اینا یک چیزی از خودشون درست کردن به نام مقصد کلمه و میفرمایند که بله ما در کتاب‌های دینی خودمون هیچ عنوانی به نام مقصد کلمه نداریم. این کتابی که دست بنده است این حجت الله البالغه هست، ترجمه نوشته شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه. در قسمت اشراک اینجا توحید را تقسیم کردن. توحید چیه؟ توحید همین است که غیر از خدا لایق عبادت نیست. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و چنین تقسیمی نبوده. بله بعدها چون که مسلمان ها به نسبت توحید و مراتب توحید و اعتقادیات توحیدی باعث مشکلاتی شدن که لازم شد برای این مطلب را واضح بکنن، اشخاصی مثل شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه در حجت الله البالغه اینجا آمدن برای توحید مراتب بیان کردن و توحید را در 4 قسمت تقسیم کردن. حالا آیا کسی میتونه چنین ادعای بکنه که نعوذ بالله شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه این توحید را از نزد خودش تقسیم کرده؟ نه جناب. توحید همون توحید هست، همون کلمه طیبه هست. ایمان بر هر کس، ایمان بر این برای هر کسی لازم است. ولی بعدن که مسلمان ها بنابر این امور ناگاه شدن، غافل شدن و یک سری مسائل بدعات و کفریات و شرکیات در میان مسلمان ها پیدا شد، بله علما برای تفهیم این مسئله آمدن
توحید را چکار کردن؟ تقسیم کردن. و اینم همینه، این چیزی که امروز جماعت تبلیغی ها به نام مفهوم مقصد کلمه طیبه اینا بیان میکنن، این در حقیقت تقسیمی هم نیست، این که بلکه این مطلبی بیان میکنن برای تفهیم عموم مسلمان ها که بله جماعت تبلیغی ها اول ترجمه کلمه طیبه را میگن، بعد در درجه دوم مقصد کلمه را چنین میگن که یقین ما بر این باشه که هر چیزی که در گذشته بوده و هر چیزی که در حال حاضر هست و هر چیزی که در آینده اتفاق میفته، اتفاق افتاده، در اتفاق میفته در زمان حال، اینا همه به امر و اذن اراده الله متعال میشه. میگن که یقین کردن به این که هر چی میشه به اذن اراده الله متعال میشه و بدون اراده الله متعال از مخلوق هیچ چیزی نمیشه. بعد برای همین گفتاری که میفرمایند مثال میدن، میگن که بله آتش مخلوق خداست، اگر خدا امر نکنه نمیسوزانه. مثل همین که مثال ابراهیم علیه السلام را میزنن که بله آتش کارش سوزاندنه، وقتی که خدا بخواد، اما خدا نخواد ابراهیم علیه السلام انداختن داخل آتش، 40 روز در داخل آتش براشون گلستان شدن. میفرمایند که بله اگر خدا نخواد مخلوق هیچ کاری نمیتونه بکنه. آب را مثال میزنن به نسبت قوم موسی علیه السلام و فرعون. بعد کارد را مثال میزنن، همین کاردی که چاقویی که میبره به نسبت اسماعیل علیه السلام و ابراهیم علیه السلام که کارد قبلا میبرید و حالا نمیبره. و لذا برادران گرامی شما دقت بکنید، این مطلبی که گروه جماعت تبلیغی در مقصد کلمه طیبه بیان میکنن این هیچ ربطی به جبر نداره، هیچ ربطی به این بحثای فلسفی نداره، هیچ ربطی به این حرفای سنگینی که این بزرگوار برای عوام مسلمین بیان میکنن هیچ ربطی به این چیزا نداره. این حرفی و توجیهی و تفهیمی در خور عوام مسلمان ها هست تا عموم مسلمان ها نظرشون و یقینشون و دیدشون از طرف مخلوق به خالق بره، از اسباب به خالق الاسباب بره، از مقصد اصلیه که الله متعال این مخلوقات را خلق کرده به این چیزا تفکر بکنن، نه اینکه نعوذ بالله اینا آمده ترجمه معنای کلمه را جدا و مقصد کلمه را جدا، نعوذ بالله در دین اینا رخنه ای را ایجاد کرده باشند یا خواسته باشند اصلی از اصول دین را انکار بکنن. به قسمت دیگر از سخنرانی بزرگوار باز گوش میکنیم که به نسبت همین کلمه طیبه شبهات دیگر را علیه جماعت تبلیغ ایراد نمودند.